ایران برای ارائه آموزش مجازی به دانش آموزان بازگشته به افغانستان اعلام آمادگی کرد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد آموزش مجازی با پوشش کامل هزینه‌های سخت افزاری را به دانش آموزان بازگشته به افغانستان ارائه کند. Herald Times. اما یک سوال جدی. چرا باید ایران برای فرزندان ما کلاس آنلاین بسازد؟ در حالی که معلمان و مدیران باسواد در مکاتب دخترانه و پسرانه خود افغانستان می توانند همین کار را انجام بدهند. با گرفتن مجوز ساده از معارف می شود صنف‌های آنلاین ساخت. شهریه‌ای کم گرفت تا شاگردان پول اینترنت داشته باشند و معلمان بیکار هم به درآمد برسند. همچنین می توانند مجوز ارائه مدرک قانونی و معتبر تا سطح دیپلم را هم درخواست کنند تا درس خواندنشان ارزش رسمی داشته باشد و اگر باز هم پاسخی داده نشد، مدیران و معلمان می توانند دسته جمعی مراجعه کنند و حتی اعتصاب مدارس پسرانه کنار دخترانه. اقدامی آرام، مدنی و قانونی تا مسئولان مجبور به اقدام شوند. تا کی منتظر بمانیم دیگران برای آینده فرزندان ما قدم بردارند؟ تغییر از زمانی شروع می شود که خود ما حرکت کنیم.